کیکی که پشت سرم میبینید رو یکی از هموطنان خارجی ما برای یادبود از درگذشت پدرشون فرمایش دادم و قراره که بین بچهای کار پخش بشه با همراه پولی که روان کردن. یه همچین دیزاین گوگلی شاید که بوده همه انباتو بیامرزه و انشالله که همیشه دلشون شاد باشه که به فکر هموطنان و کودکان کار افغانستان هستن و دستشون در نکنه. این یکی کیک هم هست. این دیزاین برای یک مشتری دیگه بود که من تمرینی روی این کیک انجام دادم و جالب در اومده. این رو بهتون الان نمیشم چون اون اصلیه رو باید توی ریلزای بعدی ببینید و فعلا این سورپرایزه.